من این زنی رو که کشتند میشناسم. همه ما او رو میشناختیم. همسایه‌مان است. روز 13 سپتامبر در سامانه گازت کپیکا در شهرک سرگیو پسد کنار مسکو مکتوب ساکنی محله بوژنینو را نشر کردند. وی در این نامش از تجاوز و کشته شدن یک زن خبر داده است. با متن این مقاله ردکسیون گازت عکس دو مرد را هم نشر کرد، اما سرچشمه این عکس ها ذکر نشدند. جسد مقتول را در جنگل کنار راه آهن در نزدیکی باغ و بوستانسراها پیدا کردند. نزدیکی های ساعت 6 شام ساکنان خشمالود در نزد خوابگاهی که مهاجران کاری زندگی میکنند جمع آمدند. Еремкина Наталья Ивановна, зани хеле орому бо тамкин, 65 сола, биби буд. ҳеҷ гуноҳе надошт. Аз бӯстонсарояш меомад, аз дохили ҷангал баромаданду дошта ӯро куштанд. اعتراض شما رو من میفهمم، اما بار دیگر میگویم آدمانی که در این خوابگاه زندگی میکنند این جنایت را صادر نکردند. میفهمید؟ شام روز دوشنبه کمیته تفتیشات اظهار داشت که دو گمانبر را به قتل زن 67 ساله دستگیر کردند. در اظهارات گفته می شد که بازداشت شده ها شهروند کشور همسایه هستند، اما از این کشور نام نمیبرند. این مردان 33 و 37 ساله بودند. از ساعت 6 تا نیمه شب آدمان در نزد این خوابگاه جمع می شدند. گفته می شود در این اعتراضات از 200 تا 1000 نفر شرکت داشتند. ساکنان بوژنینو طلب داشتند که خوابگاه مهاجران را تعجیلاً بندند. تمام همه رو از اینجا رانید. حاضر همه رو رانید. فکر میکنم همین کاری درسته می بود. همه مردان رو رانید. پس از این کارمندان پلیس به پاسبانی خوابگاه مهاجران شروع کردند. اینجا کارگران کارخانه تیره‌سازی هستند. در هر کت 10 نفر خواب می روند. تنها مردان که البته مشتاق زن می باشند. با آنها فرق ندارد که زن چند ساله است. مقامات سرگیو پسد وعده دادند که خوابگاه مهاجران را می بندند. گمانبران بازداشت شدند. جنایتکاری را نباید به نژاد و ملت و رنگ پوست نسبت دهیم. در همه جا آدمان خوب و بد هستند. صبح 14 سپتامبر کمیته تفتیشات گفت که نسبت دو گمانبر این کشتار عیب اعلان شده است. اندری ورابیوف رئیس ولایت مسکو امر داد که خوابگاه مهاجران در بوژنینو بسته شده، دیگر خوابگاه‌هایی که نیز اعتراض ساکنان را به بار می‌آورد سنجیده شود. صبح دیگر مهاجران آسیمسر با جامدان‌های خود خوابگاه را ترک کردند.